بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عبدالواحد حسون. چرا من زبان فارسی را یاد میگیرم، حتی یاد گرفتم تا حد اقل؟ چون که اولین بار این زبان را گوش بدم در گذشته، حالا که عمر من 17. حالا در وقت گذشته، در آن وقت من قرار گرفتم که این زبان را من باید یاد میگیرم. چرا؟ یعنی الان من صحبت بکنم در مورد زبان فارسی دری و قس على ذلك. سبب ساده و فقط برای گفتگوها و فهمیدم که زبان فارسی و ادبیات فارسی و حتی در مورد مناظره ها میان مذاهب و ادیان مختلف، مثل که در میان اهل سنت و تشیع را، این سبب باعث شده برای من که یعنی سبب کافی است و انشاءالله یعنی در آینده انشاءالله من باید تسلط و پیشرفت‌تر میشوم در این زبان. عبدالواحد حسون هستم و تشکر از شما برای حسن گوش میدید و خدا نگهدارتون. خدا حافظ.